صفحه استیم باید زود باشه. باز برمیگره به اینکه شاید طرف یه عقبه‌ای داره، یه پورتفولیویی داره، میتونه گیم بشه به پابلیشر پیچ کنه، پس شاید بهتر باشه پیج استیم نیاد. خیلی ریره. الان اکثر پابلیشرها پیج استیم میخوان، پروف میخوان پابلیشرها. اگر مثلا دارن بچه‌ها چه چیزی فیک میکنن، تازه میگم اینجوری پابلیشرها پیج استیم میخوان، پروف ویش لیست میخوان، پروف کامیونیتی میخوان، پس بازم بهتره. ولی مثلا شاید کسی الان داره گوش میده با خوش بگه خب من خیلی خفنم، من میتونم به فلان پابلیشر پیش کنم، لینکم دارم. خب آره خب اول پیش کن با اون بعد. یعنی پابلیشر میگه که بازیتو بیار ببینم و در این حال چند تا ویش لیست داری روی استیم که بر اساس اون تصمیم بگیرن که چندی. مباحث حالا بیزنس و مارکت و پابلیشینگ و ایناست که میتونیم دربارش خیلی صحبت کنیم. ولی آره الان رفته به سمتی که اصلا اون دنیا عوض شده که ایده چیه؟ ایده کیه؟ دمو که باید داشته باشی، پیج استیم بالا، ببینم ویش لیست، ببینم کامیونیتی، توییتت کو، فلانت کو، چون میترسن ریسکه و حالا چه فیر چه آن فیر، چه درست چه غلط، اصلا نمیخوان ریسک کنن. بازی هم زیاده، اصلا فکر نکنیم کمه که با خودشون میگن او مای گاد یه بازی خوب، نه خیلی بازی زیاده. به خاطر همین راحت انتخاب میکنن، میشینن خیلی راحت میگن خب این گیم هر چقدر فکر کنیم دنیا رو میگیره، ویش لیستش کو، خب ریسک نمیکنیم. و مثلا بازی مینر لورد بود اگه درست تلفظ کنم یادم باشه که تاپ ویش لیست استیم بود با ایده وقتی اومد، یعنی یک استیم بود. بازی ایندی که یه نفر ساخته، فکر کنم 8 یا 9 سال طول کشید، ولی یک استیم بود. یعنی گیم تریپل ای که همه میگن بعد این بودن تو ویش لیست. اونو فکر کنم هودت هورس بود پابلش کرد و با خیلی اصالت میگم هنر کرد. طرف وقتی گیم رو برداشت که 3 استیم بود. خب فکر کنید چیکار کرد مثلا؟ آره واقعا همین بوده. و دیولپر با خودش گفته فقط میخوام یه سری کارهای پابلیشینگ و اینا رو انجام بدم. یه درصد خیلی کمی بهشون داده، پولم نگرفته. داده بهشون گفته فقط کار مارکتینگ رو انجام بدین، پرس و این چیزا اصلا دوست ندارم وقت بذارم. همین بوده. و پابلیشرها همینن الان. اون حالت اکستریمشه ولی الان همینن. میگن بازیت باید مارکتبل باشه و پروف مارکتبلیتی شما می‌خوایم بهمون بدی. ما نمی‌خوایم وقت بذاریم ببینیم مارکتبل نه، پروفش رو بهمون بده. و واسه این راه پیج استیم بریم. بالا پیج استیم هم همین کریستوکافسکی گفتیم کلی داستان داره، اصلا نیاز نیست برن چیز اصلیش رو بخرن که پولیه. کلی کانتنت داره یوتیوب، میتونن بچه‌ها نگاه بکنن، خواستن ساپورتش کنن برن چیزش هم بگیرن. خیلی مهمه. سریع‌تر من خودم این اشتباهو کردم. من فکر کنم 6 ماه 7 ماه پیش میتونستم پیج استیم بیارم بالا. تو الان تو با ایونت داره میاد بالا، شاید اثبات شه بهمون به قولیم چیزی که جفتمون بیاد میگیریم که شاید اثبات شه که با ایونت بیاد بالا خیلی کنفه شه، خیلی اتفاق عجیبی بیفته. ولی پیج استیم زود بیاد بالا. مینیمم پیج استیم چیه؟ مینیمم پیج استیم اینه که 4-5 تا عکس از بازی باشه. این 4-5 تا عکس بتونه 2-3 تا چیز متفاوت از گیم رو نشون بده. اگه چمش یه چیزه هنوز زوده. بعد به خاطر میگم یه مقدار گیم دیولپمنت باید به سمتایی بری که این نیازها رو فید کنه. همون تو قار رفته نباشه بگیم نداریم اینا رو که نه. خب بعد فکر کن اینا رو میخوای و یه جوری بری که اینا رو یکم بسازی. دوست حتی چیز الکی سر هم بندی ها نیست واقعا گیم اونجوری بشینه وقت سر هم بندی باشه که دوست چیز از گیم متفاوت باشه که 5 تا عکس بشه، ترجیحاً اسکرین شات. یه وقت فکر نره که سمت اینکه یه چیزی درست کنیم سی جی و نه، اسکرین شات یو آی خیلی مهمه. یه تریلر میخواد، تریلر مینیمم تریلر در حد 30 ثانیه آهنگ داشته باشه، سری شروع شه، سری گیم پلی باشه. اینا که تو درخت نشون میدن از بالا بعد نور لایت شب میکنه، یه آهنگی در سالیان نه از این لوگوی خودشون 15 ثانیه طول میکشه. کلی هم اوکی که اشکال سوتی به نامش اون بخاطر اون گیم 3 ماهه همه اینا رو فیکس میکنه. اشتباه‌ها و سوتی‌ها و ترس‌ها و اینا میریزه، میشه اینا رو تمیزتر انجام داد. گیم میاد بالا، همش براتون سوال نیست این چیه اون چیه، نه اینا رو یه بار انجام میدیم. بیاد بالا. اگر بتونید این رو با یه ایونتی کمبو کنی، خیلی اتفاق خوب افتاده. با این ایونت ها حالا فکر کنم بحث ایونت خودش جلوتر برسیم بهش، خیلی مهمه. حدوداً میگفتم مارکتینگ و لیست دارن، شاید بتونم بگم ایونت اولیه، حتی از اینفلوئنسر بالاتره. مهمترین کار مارکتینگ یه ایندی گیم اینه که توی ایونت ها شرکت کنه که حالا در مورد ایونت هم صحبت کنیم. ایونت ها لول های مختلف دارن، ولی تو ایونت به چه شکلی یه جوری حالا دیدم دست بالا میگیرن، ولی گیم های کوچیک ریز هم این کارو کردن زیاده. که ایونتیه تو پیج استیم خیلی اهل پیج استیم گشتن باشن میتونن ببینن که این کارو توصیه میکنم. تو پیج استیم زیاد بپلکن، تو نیو ویش لیست زیاد بپلکن. اینا خیلی تمرین خوبیه.
نیو اند ترندینگ ها رو زیاد ببینن، چه گیمایی تاپ شدن. اینا خیلی هیچ وقت هم تاپ ها رو نبینن. اصلا مهم نیست کال اف دیوتی داره چیکار میکنه یا مانستر هانتر جدید چقدر ویش لیست گرفته، نه اصلا اینا مهم نیستن. اینکه یهو یه گیم رندوم ویژوال ناول با یه آرت اوت میاد مثلا یهو میشه تاپ ویش لیست مثلا رتبه 300، چون میگم بالا خیلی مهم نیست، اونو برید ببینید. اون خیلی حالا یه ایونت مثلا بهت بالا استیم میزنه که مثلا فلان ایونت های استیم مثلا نیست، مثلا برزیلیان فلان ایونت، فکر کنم بچه برزیلی نیستم قطعا دارن گوش میدن، ولی حالا برزیلیان فلان میرین توش یه جای اوتون پایین ماینا داره زده مثلا گیم های جدید، مثلا چند تا گیم اونجا میاد. یا یه ایونتی اگه شانس بیارن که مثلا یه ایونتیه که تریلر میسازم، مثلا بود یه دونه بود مثلا توش می‌خواستم شرکت کنم، اینجوری بود گفتن ما یه تریلر 5-6 دقیقه‌ای میسازیم که 10-20 دقیقه‌ای میسازیم که کمبو تریلرایی که اوکی کردیم که بیان به عنوان ورلد پریمیر مثلا اینا تریلر میره بین اونو نشون میدن، بعدن اونو میفرستن واسه آی جی ان، چون اینا خفنن آی جی ان قطعا نگاه میکنن و قطعا 5-6 تا اون رو انتخاب میکنن. این هم شانسای ویزیبیلیتیه که تو تا دیفالت یادم شاید نداشته باشه، ولی مینیمم ورست کیس سناریو اینه که فقط پیج رو بیارین بالا و تو سوشال میدیاتون شیر بکنید و بگید اوکی پیج استیم اومد بالا، یه این بدترینه که ناامید نشید، خیلی هم چیز بدی نیست. بهترین حالت اینه که اوکی من به فلان چند تا از تاپ ترینا رو انتخاب بکنید، آی جی ان و پی سی گیمر و اینا، فکر نکنید چون اینا خفن جواب نمیدن، نه شانس هست. پی سی گیم اینا مثلا پی سی گیم پی سی گیمر دو تا متفاوت همه. به اینا چند تا از این آتور چیزاشون گیر بیارید، به اینا میل بزنید، به چند تا از این توییترایی که کارشون اینه دی ام بدین. خیلی نمیتونی با یوتیوبرها اینا کار کنی، اونا خیلی دنبال نیستن که چه گیمی انانس شده و این، حتی یه خفن هم باشه خیلی کسی اینا رو چیز نمیکنه دیگه. سعی کن یه ریشی داشته باشه، حالا خوش داستان داره، ویدیو کریس اگنافی چند تا آپشن میگه. سعی کنید یه پوشی بدین اگر زور دارین، یه دونه پی آر پرس ریلیز بدین اگر زورشو دارین. اکثرا ندارن، خود من ندارم. شما مثلا خوب برگه بخوای گیم بدین قطعا اناونسمنت تو پول پرس خفن میزنید قشنگ تا جایی که زور دارن، ولی انقدر پیج استیم مهمه که حتی میگن اگه زور هیچ کاری هم ندارید فقط بیارینش بالا، فقط بالا باشه. این میشه قدم اول.